درود بر شما عزیزان ایرانی که حاصل کار شما شکر خداست و آغاز کار شما نام و یاد خدا. سلام بنده رو پذیرا باشید. بازم با نگاه سه خدمت شما رسیدم. در دومین برنامه در باب موضوع گرانیت، محصولی است صنعتی که کاربرد زیادی در زندگی ما داره. در رابطه با تاریخچه‌اش در برنامه قبل چگونه صحبت شد، ریاست محترم هیئت مدیره شرکت کومه نام آشنا در صنعت ایران جناب آقای مهندس حسین تاجگردون تاریخچه مختصری رو از شکلگیری گرانیت مصنوعی در دنیا توضیح دادن و یواش یواش داریم میرسیم به نوجوانی این سنگ، کاربردهای این سنگ و اینکه در ایران این صنعت در کجا قرار داره. با نام کومه شروع میکنیم. سلام جناب مهندس، خوش آمدید. سلام علیکم، تشکر میکنم. سلام بر بینندگان عزیز. عرض حضورتون، همونطور که خدمتون گفتم گرانیت مصنوعی تاریخش توضیح داده شد، چگونه داخل ایران شد. به زعم ما پیشرفته ترین کشوری که این محصول تولید میکرد در دنیا چه کشوری بود تا پیش از این؟ در واقع حقیقتش این محصول در امریکا و در اروپا و خصوص در آلمان پیشرفته تر از همه جا هستن در این صنعت. ما برای اینکه وارد این کار بشیم همه جاهایی که ممکن بود بررسی کردیم، با خود امریکایی‌ها، با شرکت‌های امریکایی تماس داشتیم، از طرق مختلف اروپایی‌ها بازدید هم کردیم، آلمان، نروژ، فرانسه و همه رو بازدید کردیم. نهایتاً حقیقتش خط رو از اروپا آوردیم برای اینکه بتونیم سرویس هم بدیم. یعنی با تکنولوژی روز اروپا و امریکا این محصول داره در ایران تولید میشه. بسیار خوب. بنیانگذار به هر حال کارکرد اولیه‌اش اونا بودن. منتها با توجه به نظراتی که ما داشتیم و یک کار فراگیر تونستیم انجام بدیم از جاهای مختلف و امکاناتی که به هر حال تونستیم فراهم کنیم از کشورهای مختلف، خط رو وارد کردیم و شروع کردیم به کار مهندسی کردن. از چه سالی شروع کردیم به کار در ایران؟ ما از سالهای مطالعاتیمون از سالهای 1385 بود. عملا از سال 1387 شروع کردیم به تولید آزمایشی و بعداً دیگه به تولید به اصطلاح کامل رسیدیم. پس ما تاریخ تأسیس اجمالی شرکت کومه رو برگردونیم به سال تقریباً 1387 اجرایی شدن این کارخونه رو. بله همینطور. بسیار عالی. این کارخونه در کجا قرار داره؟ شرکت در کجا هست؟ شرکت در تهران هست. کارخونه در شهرک صنعتی شکویه در 25 کیلومتری قم واقع شده. همونطور که خدمتون گفتم خط رو ما آوردیم، شروع کردیم به کار مهندسی کردن و تولید آزمایشی. در این کار مهندسی و کارهایی که ما انجام دادیم در واقع چون اساس کارمون بر به اصطلاح دانش محوری بود، تونستیم در واقع صاحب تکنولوژی به اصطلاح روز و صاحب دانش فنی این کار بشیم. الان ما فقط یک خط نداریم که داره این رو تولید میکنه، یعنی میتونیم بگیم در ایران ما صاحب یک تکنولوژی تولید این هستیم. برای همین هم مشکلاتش رو اصلاح کردیم و هم حالا در توضیحات بعدی خدمتون گفته خواهد شد انشاءالله محصولاتی رو بدیم که با فرهنگ ایران سازگاری بیشتری داشته باشه. فرهنگ اروپایی و امریکایی آبریزیشون کمتره، مسائلشون متفاوته. اینجا چون مسائل متفاوتی هست ما تونستیم خوشبختانه این رو با فرهنگ و سنت‌های خودمون تطابق بدیم و از اون ور اون چه که در این صنعت لازم اعمال بشه به لحاظ فنی، به لحاظ بهبود کیفیت و به لحاظ همه اینا در واقع با هم جمع بشه و همونطوری که گفته شد در واقع این محصول عملاً کاربردهاش محصولش هم مثل سنگ، هم مثل چوب، هم مثل سرامیک، بهداشتی سبک، وزن مخصوصش کمه و اینقدر این کاربردش وسیعه و در واقع خاص این محصول چون تکنولوژی بالا تهیه میشه. از داخل هواپیما کاربرد داره برای اون بخش به اصطلاح روشوییش تا احیانا جاهایی که مثلا در دریا باشه، سکوهای نفتی و غیره و کاربردهای معمول خونگی که به هر حال استفاده میشه. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. البته سوال تخصصی هم هست، آنالیز این محصول چیه؟ حتما در برنامه بعدی خدمت بینندگان معرفی خواهد شد. اما اینکه این محصول کلا از لحاظ کاربردی تو ایران چقدر شناخته شده است و چقدر کاربردی شده، راجع به این هم اگه ممکنه توضیح کوتاهی بدیم. بله، عرض به حضورتون این محصول قبل از اینکه ما اصلا تولید بکنیم به شکل صفحه وارد ایران می شده، بیشتر از کره و احیانا بعضا از چین. بنابراین یه مقداری روش شناخت وجود داشت
و استفاده شده. منتها از زمانی که ما داریم تولید میکنیم عملا ما هم وارد همین مسیر شدیم، با این تفاوت که چون ما تولید میکنیم صرفاً یه جنس خاص وارداتی دست استفاده کننده داده نمیشه، بلکه مطابق اون چیزی رو که نیاز هست و میتونه به اصطلاح توسعه پیدا بکنه و مطابق فرهنگ ما باشه اون رو ما بیشتر کار کردیم و الان در واقع باز داریم کار میکنیم که احیانا اصلاحاتی لازمه روش انجام بشه و بهتر بشه، این رو انجام بدیم. بسیار متشکرم. قابل توجه مهندسین عزیز، حتی مصرف کنندگان نازنین که دارن برنامه نگاه 3 رو میبینن، حتما این سوال براتون پیش اومده که چند درصد از بیس این مواد ایرانی است و چند درصد دیگه از خارج وارد میشه. در برنامه بعدی حتما باز هم با ما باشید با شرکت کومه و گرانیت مصنوعی. خیلی متشکرم از حضورتون. خیلی متشکرم. خسته نباشید. خدا نگهدار شما.